سوال مثال‌ها از موافقت کار کردن دوام میکنیم. در این درس از گیومتری کار میکنیم. سوالی که در تست نبودن و دیگرگون هستند همون سوال رو انتخاب کردم و بعض سوال‌ها از جهت قاعده آمادگی بودن و رو انتخاب نکردم. بعض سوال رو کار کرده برایم. مثلا در اینجا چی است؟ این سوال در تست خانه بود. موافقت وکتور و بزرگی قیمت مطلق آن رو معین کنید. این چی معنی دارد؟ بزرگی مطلق یگان وکتور هم وقت بعد درازی اون وکتور تعلق دارد. یعنی باید چیکار کنیم؟ ما کامپوننتی که x و y داشته است آنها رو به کوادرات میکنم و ریشه اش رو میگیرم. اگر ریشه اش رو بگیرم با ما بزرگی قیمت مطلق همون وکتور رو میدهد. مثلا یک دو تاش رو کار کنم دیگرش همش معلوم میشه. مثلا این چی است؟ یکمش در دونی ریشه مینوس 12 کوادرات جمعی 16 کوادرات. اگر اینها رو کار کنید این 144 256 400 و ریشه 400 میگم که 20 میشود. یعنی یکمش به 20 تعلق دارد. مثلا دویمش رو ببینید 15 و 20 15 کوادرات این 225 20 مینوس 20 کوادرات این 400 225 این 625 ریشه 625 این به 25 برابر میشه. یعنی این به شما بزرگی قیمت مطلق درازی وکتور رو میدهد و دیگرهایش رو هم فکر کرده میتونید. یعنی در دونی ریشه کوادراتی کامپوننت ها. دوام میکنیم. موافقت بسیار کنجی برجسته و سوم کنجه های داخلی آن رو معین کنید. اگر این نوعی سوال ها رو بینید هم وقت یک فرمول باید به خاطر بیارین. این از n-2 ضربی 180. n در اینجا چی است؟ n در اینجا چند تا طرف دارد بسیار کنجه شما. مثلا اینجا 4 کنجه 5 کنجه یعنی 4 طرف 5 طرف 6 طرف همون رو میمونیم. مثلا برای یکمش سومه کنجه های داخلی برای حساب کردن چیکار میکنیم؟ برای 4 کنجه این میشه 4 مینوس 2 ضرب 180 و میدونیم که به 360 گرادوس برابر است. یعنی این به پنجم تعلق دارد. 5 کنجه 5 مینوس 2 ضرب 180 این میشود 3 540 گرادوس میشود. یعنی سومه همه کنجه های داخلی 5 کنجه به 540 گرادوس برابر است. 6 کنجه باز همین 6 مینوس 2 ضرب 180 این میشود 4 720 گرادوس و 8 کنجه 8 مینوس 2 ضرب 180 این میشود 6 ضرب این 1080 میشود. یعنی یک فرمول باید به خاطر بیاره. سوال نوبتی با همین باز فرم تعلق دارد. موافقت بسیار کنجی منتظم در اینجا چی است؟ همه طرف ها و کنج ها به یکدیگر برابر است. بزرگی کنج درونی آن رو معین کنید. یعنی یک کنج به چه برابر است؟ همش به همون برابر است چون که منتظم همه کنج ها برابر. وقتی این نوعی سوال میبینید کدام فرمول باز به فرمول پیشین مانند است. سوم کنج ها رو میبینیم تقسیمی چند تا کنج داریم یا چند طرف داریم با اون تقسیم میکنیم. این با ما هر یک کنجی که در ما بسیار کنجه است آنها رو میدهد. مثلا 6 کنجه برای 6 کنجه چیکار میکنیم؟ برای آ مثلا 6 مینوس 2 ضرب 180 تقسیم 6 این چی میشود؟ یک بار اختصار کردیم درون قوس 4 180 تقسیم 6 30 میشود 120. یعنی هر یک کنجه 6 کنجه به 120 گرادوس برابر است. 3 کنجه چیکار میکنیم؟ سوم کنجه به 180 تقسیم 3 یعنی هر یک تاش به 60 گرادوس برابر است. از روی همین فرموله هر یک تاش رو کار نمیکنم. از روی این فرموله همش رو یافته میتونید. با یک بار دیگر منتظم باید باشد. همه کنجه این منتظم چی معنی؟ همه کنجه برای دیگر برابر و این فرمول باید استفاده بریم. در اینجا شکل داشته است پ که د این راست کنجه است اینش کوادرات ap به 8 برابر است. اگر این 8 باشه اینجا هم 8 میشود. p به 4 اینجا 4 باشه این که کوادرات است که همه طرف با دیگر برابر. یکمش که راست کنجه است اینجا هم 4 برابر میشود. از روی همین موافقت ها رو کار میکنیم. پریمتر کوادراتی پمنک یعنی 16 میشود. پریمتر جمعی همه سومه همه طرف ها. پریمتر راست کنجه ap که ده از اینجا ده میتونیم که 16 8 26 میشود. 16 8 24 بخشش 24 میشود. درازی خطی شکسته دنما درازی خطی شکسته دنما یعنی 12 میشود.
تا اینجا 12 تا m با 4 16 میشود تا i با 28 میشود. این به 4 تعلق دارد. درازی خطی شکسته اینجا با درازی خط رو میبینیم یگان چیزی ندارد کار کرده میشود. ABC سه کنجه راست کنجه است. سه کنجه راست کنجه این کنجهش بفکرم راست کنجه از AC به 3 برابر است، BC به 4 برابر است. ما میدونیم که AB به 5 برابر میشه از روی تئورم پیثاگور. مدیان CM به 2.5 برابر است. وقتی شما از کنجی 90 مدیان داشته باشین به هیپوتنوزا گرود این طرف هم به یکدیگر برابر میشه، یعنی درازی مدیانه به این دو طرف برابر میشه، یعنی CM برابر AM میشه برابر MB میشه، یعنی همه اینها 2.5 میشه. اکنون از روی همین وقتی که ما شکل رو کشیدیم بعد درازی خط شکسته پریمتر گفتم بعد یافتن اونها آسان است. پریمتر سه کنجه ABC به چه برابر است؟ یعنی سه کنجه کلون 3 4 7 12 برابر است. باز پریمتر سه کنجه پرستگی کار کرده میشه. درازی خطی مثلا سربرون درازی خط شکسته ACB به 7 برابر است، یعنی ACB به 7 برابر میشه.